نحس‌ترین روز ایران به دست این پدر رقم خورد. بهار امسال وقتی که هممون درگیر اخبار جنگ بودیم، خون ناب حق ریخته این بچه دل خدا رو هم شکوند. پسر معلولی که توسط پدر و مادرش کتک میخورد. وقتی که بچه بود از یه ارتفاعی به پایین میافتاده و از همون روز جهنم واسش شروع میشه. خانواده‌اش که حوصله معلولیتشو نداشتن هر روز کتکش میزدن و عذابش میدادن، به طوری که با همون جاسه کوچیکش کارش به بیمارستان میکشه. چند سالی کار این بچه جای نوازش و محبت کتک خوردن بود تا همین بهار گذشته. در حالی که هوشیار بود پدرش روش بنزین میریزه و زنده زنده تنشو میسوزونه و فریادش به خدا میرسه. پدر همون شب میگه پسرش خودش به زندگیش پایان داده، اما برخی همسایه ها میگن همون شب قبل از ورود مأموران پدر داد میزنه و میگه از شرش خلاص شدم، خوب کاری کردم. نمیدونم چی بگم، فقط دلم واسه جوونا میسوزه. خطرناکتر از جنگ عده‌ای مغز پوسیدم هستن که رحم به بچه خودشونم نمیکنن. روحش شاد. به یادش 2 تا قلب مشکی بذارید و تو کامنت ها بگید چه حکمی باید به این پدر داد.